خور بودی، هرچم سیامست میومدی. من صبح از خواب بیدار میشدم، از خودم چندشم میشد. انقدر مست نشستی رو موتور از پیک اخراجت کردم، بعد به خرج رفتی یه گندی زدی اخراجت کرد. بابای من برات کار پیدا کرد تو شهر، داری همینم از بابای من داری. همین خواهرت به من گفت ازش جدا شو، گفت برو این لیاقت تو رو نداره. بابات ولت کرد، بابات ولت کرد. من بات وایسادم، من یه تنه بات وایسادم، چون ازت متنفرم. میگن که آدم ها در فقرشون زن اولشون رو میگیرن، در پولداریشون زن دومشون، با اون زن پولدار میشن، بعد میان سراغ زن دومشون. به یک چیزایی اعتقاد داشته باشیم، هیچ جای خودمون ادب کنیم. ببین اگه خوب نمیتونیم زندگی کنیم با هم، واقعا تفاوت فکری داریم، بذاریم کنار و از یادمون بره که در چه سختی هایی که هیچ کس در زمین به ما اعتنایی نکرد، تنها پناهگاهمون همسرمون بوده.